از کودکی همیشه شما را در حال گریه برای یوسف دیدم. عمر من شاید پایان یابد، اما گریه های شما پایان نمی یابد. گریه در فراق فرزندی که 11 جانشین دارد از عقل سلیم بدور است. اما من در فراق کسی گریه می کنم که همه آمالم در وجود او تحقق می یابد و تا وقتی این فراق پایان نیابد این گریه هم پایان نخواهد یافت. علت انتصاب یوزارسیف به پیشکاری قصد که جایگاه مهمی است و مردی با تجربه و کارآمد را می‌طلبد چیست؟ از زمان آغاز بیماری هونیفر تمام امور قصر به دست یوزارسیف انجام می شود. او برای من هم پیشکار خوبی است و هم مشاوری حکیم. من مشاوری داناتر از او ندیدم. مشاور؟ یعنی در مواقع ضروری میتوان با یوزارسیف مشورت نمود. خداوند هونیفر را در آرامش ابدی قرار دهد. منظور یوزارسیف کدام خداوند است؟ شما با من کاری داشتید؟ بانو زلیخا شما را احضار کرده است. شما بروید، خواهم آمد. چه شده سیتنه؟ چرا کسی گریه میکنه؟ نمیدانم جناب پیشکار، هر چی میکنم ساکت نمیشود. چه شد؟ چه بگویم؟ کیسیم بهتر میداند. او از گریه ایستاد، نه من. از خودش بپرس. ولی این که نمیتواند سخن بگوید. سپاسگزارم جناب یوزارسیف. خدایان تو را حفظ کنند. گمان نمی کنم او خدایان را قبول داشته باشد. یوزارسیف میگوید خدایانی که بند تنبانشان را دیگران محکم میکنند چگونه میتوانند امثال یوزارسیف را نگه دارند؟ تو کافر شدی میسابو. این چه سخنی است که میگویی؟ من گفتم من نگفتم. این سخن من نیست. گفتم که یوزارسیف میگوید. به راستی خدایان میتوانند کسی را نگه دارند؟ جناب یوزارسیف منتظر ورود هستند. بگو وارد شود. خودت هم بیرون باش. درود بر بانو زلیخا. من به جناب پوتیفار قبطه میخورم که هر زمان اراده میکنند میتوانند از وجود مشاور حکیمی چون شما بهره مند شوند
ولی ما دستمان کوتاه است. به خاطر ندارم که بانو احضار کرده باشند و اطاعت امر نکرده باشند. پیش از این بیشتر جویای حال ما می شدید، اما مدتی است از ستاره ها هم دست نیافتنی تر شده. اکنون که در زمین و در محضر بانو زلیخا هستم. اگر امری هست بفرمایید. بسیار خوب. وقت پیشکار بزرگ را زیاد نمیگیرم. بنشینید، خواهم گفت. یکی از زنان اشراف تبس به همسر خود خیانت کرده است. لحظاتی پیش این مطلب رو شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به نظر شما با این زن چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم یوزارسیف درباره این زن چه حکم می‌کند؟ برای حکم کردن دانستن جزئیات بیشتری لازم است. مثلا باید دید خیانت این زن برملا شده یا نه. آیا او این خطا را فاش میگوید یا از برملا شدن آن شرمنده است؟ آیا کنیز زرخرید بوده یا زنی آزاد؟ آیا فرزند دارد یا ندارد؟ آیا شوهر این زن او را دوست داشته و علاقهش را ابراز میکرده یا نه؟ آیا همسر این زن او را از هر نظر تأمین میکرده یا در مضیقه و تنگنا قرار میداده؟ باید دید او به کدام آیین است و چندین سوال دیگر. این همه سوال برای یک قضاوت؟ بیهوده نیست که پوتیفار در همه امور با شما مشورت میکند. تا پاسخ این سوالها و چندین سوال دیگر روشن نشود حکم درستی نمیتوان داد. من پاسخ هیچ یک از این سوالها را نمیدانم. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانوی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است. دلیل و منطق نمیشناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمیدهد. هوس را نباید عشق معنی کرد. ببینم یوزارسیف، آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ کسی که مرا با عشق خود به سوی معبود حقیقی رهنمون شد. پدرم. چه کسی گفت وارد شوید؟ مگر استبل چهارپایان است؟ چشم چشم. پیر شده اما عاقل نشده. او شما را دوست دارد و خود را محرم خلوت‌های شما می‌داند. وگرنه سرزده وارد نمی‌شد. بگذاریم. سوالی دارم که در پاسخ آن مختارید. آیا تا کنون کسی به شما مهر ورزیده است؟ آری. مهرورزی و ابراز علاقه اطرافیان برایم جز رنج و مشقت حاصلی نداشته. اما هم فاقه به خاطر علاقه وافری که به من داشت حسادت برادرانم را بر علیه من برانگیخت و ابراز محبت پدرم مرا به قهر شاه و اسارت و درد فراق مبتلا. نه منظور من اینها نیست. سوال من در مورد ابراز علاقه زن هاست. خیر بانوی من، گهگاه سنگینی نگاهشان را احساس می کنم اما به آنان توجه نمی کنم. بسیار خوب، می توانید بروید. در مورد آن زن هم سوال می کنم. در صورت لزوم با شما مشورت خواهم کرد. سنگینی نگاهشان را احساس می کنم اما توجهی نمی کنم.
اتفاقی افتاده بانوی من؟ فراموش کرده که یک برده است. با کنایه به من میفهماند که به ابراز علاقه من بی تفاوت است. حق دارد. پاسخ اشراف زاده ای که مهر برده ای را در دل میپرورد همین است. خواهیم دید. از این پس هر چیزی برای او ارزش قائل نخواهم شد. چرا او را از قصر بیرون نمی کنید؟ اصلا چرا او را تبعید نمی کنید؟ با وجود پوتیفار از علاقه او به یوزارسیف بیخبرید؟ با این وصف تصمیم شما درست است. بی توجهی. هرچه زودتر مقدمات یک جشن با شکوه را فراهم کنید. میخواهم خود را در عیش و نوش غرق کنم. یوزارسیف در خیال خام است. آنقدر فکر و روح خود را مشغول کنم که دیگر جایی برای او باقی نماند. این مجلس برای خوشگذرانی شما تدارک داده شده. مایلم که بسیار خوش بگذرانید و شاد باشید. این خاندان به خدایان کافر شدند، به آمون اهانت می کنند، فرمانده سواران آمون را مضروب می کنند. من فکر می کنم زلیخا با غلام عبرانی خود رابطه دارد. میگویند او یک غلام زیبارویی را در خانه خود دارد. تو هنوز پس از 10 سال کینه جناب پوتیفار را دستینه داری. یک بار شوهرت به دست پوتیفار تنبیه شده، میخواهی زلیخا را بدنام کنی؟ از خنده هایتان پیداست که سخنان مرا باور ندارید. ما هم چیزهایی شنیده ایم اما باور آن برایمون مشکل است. بسیار خوب، بسیار خوب. پس با من بیایید. می توانم از بانو زلیخا سوالی داشته باشم؟ اگر درباره جنگ قدیمی معبد و پوتیفار نباشد اشکالی ندارد. خیر، در مورد غلام کنعانی شماست. در مورد آن غلام چه میخواهی بدانی؟ هیچ، فقط میخواستم بدونم او کجاست. اینک چه میکند؟ هرچه نگاه کردم او را نیافتم. تو برای تفتیش و جاسوسی به اینجا آمده ای یا برای مهمانی؟ نکند آنخماهو یا پادیامون تو را برای خبرچینی به اینجا فرستادن؟ بیایید میل بفرمایید. این هم سهم شماست. بردارید. بردارید. چرا ناراحت شدی؟ ما وصف او را زیاد شنیده بودیم و میخواستیم او را ببینیم. اشکالی دارد؟ ولی من اگر جای بانو زلیخا بودم این غلام زیباروی را در پشت 1000 در بسته پنهان میکردم تا نظربازان مصری به او چشم طمع ندوزند. راستی کجاست؟ صدایش کن تا ببینیم. دیدی؟ نگفتم؟ اگر خبرهایی نبود این همه ناراحت نمیشد. یعنی او با یک غلام عبرانی رابطه دارد؟ شما اصلا شبیه به اشراف و بزرگسالگان نیستید. بیشتر شبیه به گوسفندچرانان طامات و کنعان هستید تا وارثان تمدن کهن مصر.
خیلی به دنبالتان گشتم. چرا در تاریکی نشستید؟ میخواهم تنها باشم. پس میهمانانتان به عذاب خدای آتش گرفتار شود، بروند به غرب. شما باید به کاخ بازگردید. میدانید آنها در غیاب شما چه حرفها میزنند؟ آنها ذهن دیگران را مسموم میکنند. همه اینها به خاطر یوزارسیف است. یا باید یاد و خاطر او را از لوح وجود خیش پاک کنم، یا وجود او را از صفحه روزگار محو خواهم کرد. شما می توانید او را از صفحه روزگار محو کنید؟ یعنی او را بکشم؟ نه، این از من بر نمی آید. پس او را تبعید کنید. این را هم نمی توانید؟ با وجود پوتیفار این نیز غیر ممکن است. بعد از هونیفر به هیچ وجه حاضر نیست یوزارسیف را نیز از دست بدهد. با یک مسافرت موافقید؟ بیشک مدت دوری تمام خاطرات را از ذهنتان پاک خواهد نمود. مقدمات سفر به منفیس و دلتای نیل را فراهم کنید. حال که نمیتوانیم یوزارسیف را از اینجا دور کنیم، خودمان از اینجا دور خواهیم شد. ممیسابو، از انبار لباس به مقدار لازم لباس تحویل بگیر. از انبار آذوقه هم مایحتاج خود را تامین کنید. جناب یوزارسیف، ما همگی از شما سپاسگزاریم. اگر کمک‌های شما نبود، ما هنوز در همان لانه‌های سرد و نمود زندگی می‌کردیم. خدایان شما را حفظ کند. به نزد مادرت برو. خدایان اگر می‌توانستند شما را از این وضع نجات می‌دادند. این مختصر تغییر نیز از عنایت خداوند است، نه خدایان. او از کدامین خدا سخن گفت؟ بعداً برایت میگویم. الهی، یوسف بدون تو هیچ است. همه بدون تو هیچند. خداوندا، لحظه یوسف را به حال خیش رهایش مکن. هرگاه که فرشته وحی نازل نمی شود احساس تنهایی می کنم. زلیخاست، همسر عزیز مصر. چقدر زیباست.
پاروها داخل آب. حرکت میکنیم.
مکان زیبایی است. بارها با شما به اینجا آمدم اما هیچگاه خسته نشدم. نمیدانم چرا این بار اینجا را دلگیر می‌بینم. در گذشته دلنشین‌تر بود. مروارید بانو، یک مروارید. ببینید بانو چه مروارید بزرگی است. زیباست. زمانی دیدن چنین مرواریدی شما را به وجد می آورد، اما حالا آن زمان گوهری زیباتر از این را ندیده بودم. زلیخا دخترم چه شده؟ مثل اینکه خوشحال نیستی. گمان می‌کردم با دوری از او آرامش خیال خواهم یافت، اما گویا رنج دوری و مهجوری سخت‌تر از عذاب نزدیکی و همجواری است. هنوز چند روزی بیشتر نگذشته، به تدریج فراموش خواهید کرد. هرچه بیشتر می‌گذرد بیشتر ذهنم را مشغول می‌کند. می‌ترسم دیوانه شوم. بگو کشتی بازگردد. اجازه دهید چند روزی بگذرد. اگر مؤثر واقع نشد به تپس باز میگردیم. آماده حرکت شوید. سر جای خود، حواسا بیام بالا. آروها داخلا. هنوز هم میخواهید چون گذشته در جای جای قصر بایستید و با حسرت یوزارسیف را بنگرید؟ تا یوزارسیف را تسلیم خود نکنم
از پای نخواهم نشست. تو نیز در این کار باید یاریم کنی. من برای خوشنودی شما از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد. از این ماجرا کسی نباید بوی ببرد. به شما اطمینان میدهم. اما با همه این تلاش ها اگر یوزارسیف نپذیرفت چی؟ او را خواهم کشت. ورود بانوی زیبایمان را به قصر خوش آمد میگویید. سپاسگزارم خداوندگار من. امیدوارم خوش گذشته باشد. سفر خوبی بود. به قصر خوش آمدید بانو. سپاسگزارم یوزارسیف. جناب یوزارسیف، بانو زلیخا در قصر خود منتظر شما هستند. یوزارسیف اجازه ورود می‌خواهد. درود بر بانو زلیخا. ورود شما را به قصر خیر مقدم میگویم. امیدوارم سفر خوشخاطره و با نشاط را سپری کرده باشید. سپاسگزارم یوزارسیف. سفر خوبی بود. میخواستم گزارشی از وضعیت قصر و حوادث و مسائلی که در غیاب من رخ داده بشنوم. مطلب قابل ذکری نیست الا اینکه کارهایی در جهت پاکسازی و نظافت قصر صورت گرفت. خوابگاه خدمتکاران و برده‌ها که قبلا بسیار نابسامان بود مرمت و بازسازی شد. تغییراتی در پوشش لباس خدمتکاران و اصلاحاتی در انبارهای آذوقه و لباس صورت گرفته است که گزارش کامل آن بعداً به عرض خواهد رسید. این همه کار و تلاش در مدت کوتاهی که من نبودم؟ کاری اضافه بر وظیفه انجام نگرفته بانوی من. این تلاش های شما قابل تقدیر است و من به عنوان سپاسگزاری مرواریدی را که صیادان ما در همین سفر از نیل صید کرده اند به شما هدیه می کنم. من انجام امور قصر را یک وظیفه می دانم و همیشه مدیون محبت‌های شما و عالی جناب پوتیفار هستم. بردار، از آن توست. سپاسگزارم بانو. نمیدانم این سربزیری جناب پیشکار نشانه ادب است یا بی‌اعتنایی. خیر بانوی من،
بنده باید در پیشگاه خداوندگار و ارباب خیش همیشه سرفکنده و شرمسار باشد. پس چرا پیشتر این گونه نبودی؟ پیشتر کودکی رشد نایافته بودم که رسم بندگی نمیدانستم. اما من آن صمیمیت و صداقت خردسالی را به این ادب و احترام بزرگسالی ترجیح میدهم. هر زمان اقتضای خود را میطلبد. یوزارسیف از شما ادب داشتن و احترام گذاشتن را آموخته است. از من جز این نخواهید دید. دمی بنشین. میخواهم به یاد دوران کودکی که پرستاری و تیمارداریت میکردم قدری نگاهت کنم. مرا عفو کنید بانو. بخشی از امور قصد مختل مانده. اگر بانو اجازه دهند از حضورشم مرخص شوم. بسیار خوب. میتوانی بروی. نفهمیدم. منظورش از خداوندگار شما بودید یا خدای خودش؟ دیدی چقدر زبان باز و زیرک بود؟ بی‌اعتنایی و غرورش را تواضع و فروتنی جلوه داد. هر کجا برود در چنگ من است. نمیسابو. چه شد آنی جناب؟ با من کاری داشتید؟ چه خبر؟ سیر و سیاحت خوش گذشت؟ هم آری هم نه. تا زمانی که بانو زلیخا میگفت و میخندید بد نبود. اما زمانی که کچخلق و ترشرو میشد ما هم با خنده وداع میکردیم. به همراه رودامون به بازار بروید. این مروارید را بفروشید و برای خدمتکاران برده ها زیرانداز و روانداز تهیه کنید. این را از بانو زلیخا هدیه گرفته اید؟ آری، اما به کار من نمی آید. هدیه ارزشمندی است. آن را نگه دارید. نیازی به آن ندارم. بگیر. راستی چه شد که زود بازگشتی؟ بازگشتی؟ بازمان گرداندند. نمیدانم چه شد. شاید هم بانو زلیخا به یاد همسر دلبندشان جناب پوتیفار افتادند. مراقب اوضاع باش. مخصوصا کاری ماما را زیر نظر بگیر. خبری شد به من بگو. خبری شده؟ من نگرانم. خطر در کمین است. بعضی ها نقشه های شوم در سر میپرورانند. غلط کردند. چه کسانی؟ از نیرنگ زنان هوسباز و دسیسه ساز باید به خدا پناه برد. پس ماجرا عاشقانه است. هر کس که عاشق جناب یوزارسیف شود من به او حق میدهم. مقصر نیست. تقصیر جناب یوزارسیف است که صید دلها میکند. گناهکار کسی است که ببیند و دل نبندد. بس کن میسابو. به جد گفتم. آیا کسی حق ندارد عاشق زیبایی چون تو شود؟ زیبایی من شبیه پرنده خوشحال‌ها نیست که صوت دلنشینش مدام برایش اسارت گرفتاری به بار می آورد. اما گنجش به خاطر صدای معمولیش آزاد و رها به همه جا پر می کشد. نگران اسارت زندان هم نیست. اگر از دست خدایان من کاری برمی آمد حتما برایت دعا می کردم. اما گویا خدای خودت از همه تواناتر است. آری، خدای من قادر مطلق است. در این تردید نکن. اما
اما نمیدانم چرا چندیست به من بی‌توجه شده. نه پیکی، نه پیامی، نه خوابی، نه الهامی. احساس میکنم میان زمین و آسمان سرگشته رها شدم. گاه هنگام تنهایی و خطر انسان نیازمند ریسمانی است که با آن چنگ زند، محتاج سرپناهی است که در ظل آن قرار گیرد. کاش پدرم اینجا بود. او راه مبارزه با دسیسه را خوب می‌داند. بانوی من، مگر نگفتم میخواهم تنها بمانم؟ یوزارسیف نزد عالی جناب پوتیفار رفت. اگر میخواهی او را ببینی فرصت مناسب است. آینم را بیاور. بالاخره مجبور شدی که هویا و سوفر را به شغل‌های سابقشان برگردند. با داشتن مسئولیت پیشکاری دیگر نمیتوانستم به شغل‌های پیشین خود کتابخوانی و سفره‌داری هم بپردازم. اگر اجازه دهید گزارشی از کارهای روزانه را به عرض برسانم. ما تو را به پیشکاری خود منصوب کردیم که غم چگونگی اداره امور قصر را نداشته باشی. تو نیازی به عرض گزارش نداری. ما به تو اطمینان داریم. امیدوارم لیاقت این همه اطمینان و اعتماد را داشته باشم. لیاقتش را داری. اگر نداشتی به این جایگاه نمی‌رسیدی. شانه اگر بر فرق سر می‌نشیند از آن روست که گره گشایی می‌کند.
یوزارسیف هم در قصر مشکل گشاست و هم مورد اعتماد. عجیب است. زلیخا با آن غرور اشرافی که دارد معمولاً از کسی تعریف نمی کند، چرا که خود مورد توجه همگان است. بیشک تو با برانگیختن تحسین زلیخا تحسین همه ساکنان قصر را نیز برانگیخته ای. من یقین دارم که یوزارسیف اکنون بر قلوب همه ساکنین قصر حکومت میکند. من خود را لایق این همه لطف نمیدانم و اگر کاری انجام گرفته ادای وظیفه بوده. اگر جناب پوتیفار اجازه دهند از حضورشان مرخص شدم. تو برای رفت آمد در این قصر نیازی به اجازه نداری. هر لحظه که اراده کنی می توانی بروی یا بمانی. سپاسگزارم. اتفاقی افتاده؟ یوزارسیف پیش از این با ما مهربان و صمیمی بود، اما مدتی است که حتی نگاهش را از ما دریغ می‌دارد. اطمینان دارم هرچه که هست مربوط به شرم و حیای یوزارسیف است. او اینک کودک نیست. نگاه به چهره زنان زیباروی را دور از اخلاق و ادب می‌داند. من این رفتار او را اهانت تلقی می‌کنم. شاید بیم آن دارد که با نگریستن در چشمان زیبای زلیخا شیفته او شود. شما همیشه همه چیز را به مزاح می‌گیرید. من به جد گفتم. از تیر نگاه زیبارویان باید برحذر بود. رفتار زلیخا و یوزارسیف عادی نبود. آیا چیزی هست که من از آن بیخبرم؟ شب نزدیک است و من خستم. میخواهم استراحت کنم. کسی مزاحم نشود. شما استراحت بفرمایید. من اینجا هستم بانو. نیازی نیست. تو نیز میتوانی بروی. خداوندا خودم را در پناه تو قرار میدم. من ضعیفم و در برابر فتنه های شیطان وسوسه‌گر هیچ پناهی جز تو ندارم. همه توفیق من در اداره امور، محبوبیتم در جذب قلوب،
از ناحیه توست. از تو میخواهم که هیچگاه به حال خود رهایم مکنی. پروردگار من، مبادا که در تار پود این دامهای گسترده گرفتار شوم و هیچ یاری کننده‌ای نداشته باشم. خرفته کودن، از جان من چه میخواهی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پوزش میطلبم بانو، مرا ببخش، مجبور بودم. دیدید؟ نگفتم او خدایان ما را پرستش نمی کند، نگفتم او کافر است. باید کاهن بزرگ آنخماو و جناب پوتیفار را به اینجا آورد تا حقیقت را از نزدیک. اگر کلمه ای از ایمان یوزارسیف را جایی بازگو کنی و خطری برای جان او ایجاد کنی، خودم جانت را میگیرم. من یوزارسیف را زنده میخواهم، به ایمان او هم کاری ندارم. شنیدی؟ ولی بانو، من برای شما نگرانم. او ایمان شما را نابود خواهد کرد. اینها به تو مربوط نمی شود. اگر ندیمه من هستی، باید مطیع من باشی. اگر میخواهی به میل خود رفتار کنی، بگو تا تکلیفم را با تو روشن کنم. چشم، چشم. من نه چیزی از یوزارسیف دیدم و نه شنیدم. به شما اطمینان میدهم که حفظ راز کنم. خرفت کودن پیشنهادی دارد. گوش میکنید؟ چرا همانند یوزارسیف به خدایان خود پناه نمیبرید؟ چرا چاره کار خود را از آمون بزرگ نمیخواهید؟ درود بر بانوی بزرگ. چه شده این وقت شب؟ برای عبادت آمده ایم. ای آمون بزرگ، در صورتی که یوزارسیف را به دست آورم،
هدایا و نزورات زیادی را به پای تو نثار خواهم کرد. من جز تو خدایی ندارم. یاریم کن. من او را دوست دارم. او مال من است. زر خرید من است. کاری کن از فرمان من اطاعت کنم. چی شده است بانوی بزرگ؟ این وقت شب آمون خواب است. نباید در این وقت شب برای ایشان مزاحمت ایجاد کرد. به شما قول میدهم در صورتی که دعا کنید تا حاجتم برآورده شود هدایای زیادی تقدیم شما و آمون کنم. صبح هم میشد این تقاضا را از آمون کرد. این آمون را به امانت میبرم. میخواهم امشب با او راز و نیاز کنم. نمیدانم چرا آمون یاریم نمی کند. مگر من الهه معبد او نیستم؟ بانوی من، اگر یاری آمون نبود شما از این همه عزت و احترام برخوردار نبودید. آمون است که شما را بر همه زنان مصر برتری و بر همه اهالی قصر سروری داده است. چرا یاوه میگویی؟ کدام برتری؟ کدام سروری؟ مرا در نظر برده زرخرید چنان حقیر کرده است که گویی سرگینی متعفن هستم که حتی به نیم نگاهی نمیارزم. سروری بر قصر و شهر پیشکش مرا فقط بر این برده عبرانی سروری دهد برایم کافی است. عجیب است. چرا این همه از خود ضعف نشان می دهید؟ شما بانوی این قصر و مالک یوزارسیف هستید. یک ارباب می تواند در مورد برده خود هر گونه تصمیمی بگیرد. چرا به جای گدایی محبت از اقتدار و اختیار خود بهره نمیگیرید؟ به راستی محبت یک برده برای من چه ارزشی دارد؟ من خود او را میخواهم که بی تردید در اختیار من است و جرأت سرپیچی هم ندارد. ای آمون بزرگ، مرا در رساندن به این غلام عبرانی یاری کن. اگر عنایت فرموده مرا به یوزارسیف برسانی 100 سکه هدیه به معبد آمون خواهم کرد. این اتاق را به بهترین شکل ممکن بیارای و مرا خبر کن. سیتنه؟ دخترم سیتنه؟ سیتنه؟ صدای کسی شما را آزار می دهد بانوی من؟ نه، از اینجا عبور می کردم که صدای کسین رو شنیدم. چه شده؟ چرا گریه می کنم؟ نمیدانم.
هم شکمش سیر است و هم لباسهایش تمیز. با این همه نمیدانم چرا گریه میکنم. عجیب است. چند روز پیش جناب یوزارسیف کیسین را نوازش کرد و او در دم ساکت شد و خندید. دست نوازش یوزارسیف برای همه آرامش بخش است. شما این وقت شب اینجا چه میکنید؟ شاید من هم مثل سیتنن بیخوابی به سرم زده. یوزارسیف را به اینجا بخوان و وقتی وارد شد تمامی 7 در را ببند. تاما و تیامنی و بقیه کنیزها و برده ها را هم از اینجا دور کن. بانو زلیخا شما را احضار فرمودند. شما بروید، خواهم آمد. پس من نزدیک راهروی 7 در منتظر شما هستم. خدایا تنهایم بگذار، جز تو کسی را ندارم. باز چه شده سیتنن؟ چرا کیسین گریه میکنه؟ هرچه میکنم آرام نمیگیرد. شاید دوست دارد به دست شما آرام شود. پس چرا آرام نشد؟ شاید این گریه و ناآرامی دلیل دیگری دارد. شاید روح لطیف او خبر از واقعی شوم میدهد. آیا حادثه شومی در حال وقوع است؟ آیا کیسین از این واقعه ناراحت است؟
اینجا را که دیدی اتاق مخصوص میهمانان نورچشمی و خیلی نزدیک زلیخا و پوتیفار است. برای رسیدن به این اتاق باید از این 7 دری که ما گذر می‌کنیم گذشت. کلید این درها فقط در دست بانو زلیخاست. دستور بانو زلیخاست. درود بر بانو زلیخا. تو میدانی که برده ما هستی. همینطور است. و میدانی که یک برده باید از ارباب خود اطاعت کند. آیا تاکنون تمردی از من دیده اید؟ امروز هم باید اطاعت کنی. اگر امری هست در خدمتم. من خود را برای تو آماده کردم. پناه بیبرم بر خدا. شما از من چه میخواهید؟ خیانت؟ من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. شما از من چه میخواهید؟ من از تو را میخواهم. شوی تو سالها به من محبت کرده و جایگاه مرا عزیز و رفیق قرار داده. حال به او خیانت کنم؟ من نیز از ابراز محبت به تو دریغ نکردم. من از شما و همسرتان سپاسگزارم. آیا توقع دارید که محبت‌های شما را با گناه و خیانت تلافی کنم؟ مدیون منی و باید محبت‌هایم را جبران کنی و به عنوان یک برده مجبوری از من اطاعت کنی. من که الطاف شما را بر من برانگیخت خالقم بود و من بیش از شما و پیش از شما مدیون و مرهون الطاف او هستم. خود را از اوج عزت به این ذلت کشاندم که تو را تصاحب کنم و دست بر نمیدارم. من گوهر نجابت و عصمت خویش را با عیش زودگذر محافظه نخواهم کرد. غیر از من و تو کسی از این راز با خبر نخواهد گشت. خود را از نظر خداوند چگونه پنهان کنی؟ تو از خداوندگار خویش بیمناکی؟ من نیز از او شرمگینم. این که کاری ندارم. نمیتوانم نگاههایت را تاب بیاورم. مرا ببخش آمون بزرگ. او دیگر شاهد گناه ما نیست. بیم من از خدای توانا و بینا و شنواست. بیم از آن تندیس فلزی نشانه بلاهت و صفاحت است. مرا سفیح و ابله میخوانی؟ من صدها چون تو را زیر گامهایم لگدمال میکنم. تو لیاقت پاک کردن سرگین اسبهای مرا هم نداری. آن وقت اطاعت از آمون بزرگ را نشانه صفاحت میدانی؟ من دستور میدهم و تو مجبوری اطاعت کنی، وگرنه همینجا تو را دفن خواهم کرد. فرمان شما را تا آنجا اطاعت خواهم کرد که فرمان خالق یکتا نقض نشود. همین.
بهترین پاسخ تو تنبیه و مقابله به مثل است. مجازاتی سخت اسیر شهوت را از خواب غفلت بیدار میکند. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل با زلیخا بپرهیز، چرا که تا لحظات دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیال هیچ نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامگاه شیطان به سوی در بگریز. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. به سوی در بگریز. راه گریزی نیست. تو مجبور به اطاعت هستی. فکر میکنم در اینجا خبرهایی هست که نیاز به توضیح دارد. میشنوم. یک نفر سخن بگوید. وای بر ما، پاسخ این همه محبت را میبینید؟ میبینید با همسر شما چه رفتاری شد؟ سزای کسی که نظر سو به همسر شما داشته باشه چیست؟ الا زندان با سخت‌ترین شکنجه ها. ولی این بانو زلیخا بود که قصد مراوده با مرا داشت. من دیدم که یوزارسیف به قصد مراوده وارد اتاق بانو زلیخا شد. عالی جناب، من میدانم هر دلیلی بیاورم برای شما پذیرفتنی نیست. شما برای حفظ آبروی خود هم که شده رأی به نفع همسرتان خواهید و هیچ کس جرأت شهادت بر علیه بانو زلیخا را ندارد، چرا که ممکن است در آتش خشم ایشان جان خویش را از دست بدهد. بیش از این مرا به خشم نیاور. من به دنبال دلیل و شاهد هستم تا ببینم گناهکار چیست. من نه دلیلی برای بیگناهی خیش دارم و نه ندیمه ای که به نفع من شهادت بدهد. پس محکومی و باید مجازات شوی. من از پیش محکوم به خیانت هستم، اما حقیقت همان بود که گفتم. او مرا احضار کرد و قصد مراوده با مرا داشت و من شاهدی جز خداوند خیش ندارم. تو وارد خلوت زلیخا شده ای. کاری ما شاهد است. همه میدونم بانو زلیخا مقصر است، اما چه کسی جرأت شهادت دارد؟ شاهدت را بگو اینجا حاضر شده و شهادت بدهد. خدای من در این لحظه شاهد هست. اگر تنهایم بگذارم سخت ترین آسمون را از من به عمل آورده است. تو که نمیخواهی سخنان این برده را بپذیری.
اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفت‌در شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار. حتما شاهدی را احضار خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخاست. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار کن. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را میشنوید. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیاورید. یک نوزاد میخواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست. بگویید بیاورندش. درود بر عالی جناب پوتیفار. این دختر عمه من سیسنن و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. فرمان خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیراهن از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیراهن از پشت دریده شده زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ تو با گریه های خود میخواستی مرا فریب بدهی. به راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است.
من از تهمتی که به تو بستم پوزش می‌طلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوم بداری. هیچ کس حق ندارد از این ماجرا با کسی سخن بگوید. اگر کسی این ماجرا را برملا کند به شدت مجازات خواهد شد. بروید. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک، کیسن، فرزند سیتنن، به سخن آمد و همه چیز را برملا کرد. اگر یک نوزاد میتواند سخن بگوید، اما گفت. آخر چگونه؟ من هم نمیدانم. یوزارسیف از او خواست و او به سخن در آمد. عجیبتر آنکه کودک گفت به اذن خدای یکتا سخن میگویم. این سحر است. اگر حقیقت هم داشته باشد جادویی بیش نیست. یوزارسیف نه تنها ساکنان این قصر که این کودک را هم سحر کرد. هیچ کس جرأت شهادت علیه مرا نداشت جز این کودک. جادوگری است. یوزارسیف یک ساحر است و باید او را در بس کن کاری ماما. مگر این درها قفل نبود؟ پس او چگونه گریخت؟ باور کردنی نیست. او اصلاً به این قفل‌ها دست نمیزد، اما درها باز میشدند. به خودی خود نگفتم او جادوگر است؟ جادوگر نه. من از کودکی او را بزرگ کردم. او هرگز نزد هیچ جادوگر و ساحری نرفت. پس این در، این کودک، به راستی این کیست؟ سیتنن؟ امری دارین عالی جناب؟ تو چگونه سخن گفتی؟ هنوز باور نمی کنم. تو اینجا چه میکنی؟ چه شد که به قصر آمدی؟ من از منفیس برای دیدن زلیخا به اینجا آمدم. نمیدانستم این اتفاق میافتد وگرنه نمی آمدم. تو برای دیدار دختر داییت زلیخا آمدی. چه اشکال دارد؟ از تو و فرزندت سپاسگزارم. اگر نبودید فریب زلیخا را خورده و دستم را به خون پاک و شریف این جوان آلوده می کردم. چگونه سخن گفتی؟ نمیدانی زلیخا چه حالی داشت؟ کودک 6 ماهه حرف زد؟ خودم شنیدم. اگر این خبر در همه جا پراکنده شود چه کنی؟
میگویند مدتها در پی او بوده. من خودم در قصر شاهد بودم. وقتی سخن از یوزارسیف به میان آوردم، زلیخا به شدت ناراحت شد و میهمانی را ترک کرد. همه شهر سخن از این رابطه میگویند. با آن همه کبر و غرور که هیچ مردی را لایق اعتنا نمیدانست، حال خود را به پای برده افکنده است. همسر آمون، خدای بزرگ مصر و الهه معبد، خود را اسیر یک برده ساخته، آن هم یک برده بیگانه گوسفند چران. این ننگ بزرگی است و باید عالی جناب آنخمو و کائن اعظم نیز از آن باخبر شود. زلیخا و پوتیفار نباید از این حادثه به راحتی عبور کنند. آری، حیثیت و اعتبار زلیخا و پوتیفار در گروه این حادثه است. اگر نگفتم میخوام تنها باشم